پاشید میخوام ببرمتون معروف ترین قطب گردشگری شهر هانجو چین. توی گوگل که سرچ میکنی هانجو، اولین چیزی که برات میاره دریاچه وستلیک یا همون شیخور. نمیخوام از تاریخچه این دریاچه براتون بگم، فقط میخوام حس و حال ناب یک روز پرهیاهوی این دریاچه رو باهاتون به اشتراک بذارم. قطعاً که از خوشمزه های اطراف دریاچه هم غافل نشدیم. بستنی بزن این مدلی رو همه نریز کارم ریخت. این آدمایی که میبینید لباسهای اقوام مختلف چینی رو پوشیده بودن و با پرچم چین داشتن ویدیو میگرفت. یکم اطراف دریاچه رو گشتیم و رفتیم توی پاساژ که شام بخوریم. توی پاساژ هم مثل همیشه یه سری چیزای جذاب و بامزه پیدا میشه. بعد از خوردن این شام خوشمزه ترجیح دادیم دوباره برگردیم دریاچه و از ویو و آرامش شبش هم لذت ببریم. اگه حس و حال ویدیو رو دوست داشتی نظرتو برام کامنت کن.